راجع به اعتقادات خودم الان صحبت نمی کنم، راجع به چیزهایی صحبت می کنم که شما بهش اعتقاد دارید. میخوام ببینم که وظیفه تاریخی ماست که محیط پیرامونمون رو تغییر بدیم یا اینکه باید خودمون رو با محیطی که در اون هستیم تطبیق بدیم. کدوم این هاست؟ من اعتقاد کامل دارم که هر انسانی باید تغییر ایجاد کنه. بله. تونستی کاری بکنی؟ تونستی تغییری بدی؟ خیر. خب من الان درست متوجه نمیشم شما چی میخواین بدونین. اگه بگی من براتون توضیح میدم. ببین، من به این عقیده تو خیلی احترام قائلم و معتقدم که بله، حالا شما معتقدی که هر انسانی باید تغییر بده محیط پیرامونش رو، اجتماعش رو، غیره. ولی یه سوال من دوستانه تر، خودمونی تر اینه که این تغییر باید از کجا شروع شه؟ از فرد؟ اینکه یک فرد اجتماع رو تغییر بده، اول خودش رو تغییر بده؟ چه کدوم ایناست؟ توی اصلا اینکه تو چقدر شخصیت خودت رو در طول زندگی سعی کردی که تغییر بدی؟ در طول زندگی چقدر سعی کردی که شخصیت خودت رو اول تغییر بدی بعد دیگران رو تغییر بدی؟